از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در قول الله تعالی آمده است که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. الله تعالی در سوره مائده میگوید که کسی که طبق دستور الله تعالی، طبق آن چیزی که الله از آسمان نازل کرد اگر حکم نکند، پس آنها از جمله کافران هستند. فاولئک هم الکافرون، پس آنها کافر هستند. یعنی یک قاضی عالم شریعت هست، داننده علمهای شریعت هست، میداند که الله تعالی در این باره چی حکم کرده است، ولی به سبب رشوه باشد، یعنی پاره، یا به سبب خویش و تباری طرف خصم باشد، و یک سبب ناحق حکم میکند. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه دو قاضی در دوزخ است، یک قاضی در جنت است. ناحق حکم میکند. آیا یعنی ناحق حکم کرد طبق فرموده الله تعالی و طبق نازل کرده الله تعالی حکم نکرد، طبق قرآن حکم نکرد، طبق سنت حکم نکرد. و من لم یحکم بما انزل الله، الله تعالی میگه که کسی حکم نکند به غیر آنی که الله نازل کرد، حکم کند به غیر آنی که الله نازل کرد، یعنی به دیگر چیز، فاولئک هم الکافرون، اینا کافر هستند. ابن عباس در تفسیر همین آیات چی گفتن؟ قال لیس بالکفر الذی تذهبون الیه، این کافری که الله تعالی در اینجا گفت نه اون کافری که شما میفهمید گفتن. انه لیس بکفر ینقل عن المله، این کفر نیست که از ملت اسلام نقل کند به بیرون اسلام. بعد آیات را باز تلاوت کردن و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کفر دون کفرین گفتن. این سخن ابن عباس است تا همینجا. یعنی این آیات و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون کفر دون کفرین، این سخنی که است سخن عبدالله ابن عباس است. بعد این حدیث در کجاست؟ اخرجه الحاکم، این حدیث امام حاکم روایت کرد، ابو عبدالله حاکم نیسابوری در کتاب مستدرک روایت کردن. مستدرک چگونه کتاب است؟ ما دربارش یک درس داریم در شرح مصطلح الحدیث. مستدرک حاکم کتابی است که امام حاکم اون حدیث هایی که صحیح هست در نزد خودشان و باید آن حدیث ها در داخل صحیح بخاری و مسلم می آوردند، ولی بخاری و مسلم روایت نکردند، برای آنکه امام بخاری گفتند که و ما ترکته من الصحاح اکثر، حدیث های صحیحی که در بیرون صحیح بخاری هست بسیارتر است از آنی که در داخل صحیح بخاری است. کی اگر گپ داشته باشد رود به عبدالله ابن عباس حبر الامه و ترجمان القرآن، شخصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن اللهم علمه التأویل و فقهه فی الدین، پروردگار این شخصیت فقیه در دین و عالم تفسیر بگردان، گفته دعا کردن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و حضرت عمر عبدالله ابن عباس را در بین کبار بدریین، آنهایی که اشتراکی به جنگ بدر کردند، در مجلس شورای امت اسلامی عبدالله ابن عباس که جوان بودن حالا در مجلس شورا می نشانیدند. یعنی ابن عباس گفتیان که کفرون دون کفر است گفتیان و این حدیث حاکم صحیح کردن و امام ذهبی صحیح گفتن.